126 به داداشت دو ما برای یخل کردن اساسا از روی فرم تقسیم به برابر به تقسیم درجه مینوس 1 استفاده برده اساسا رو یخل کرده و برای نشان دهنده و مینوس 1 رو به نشان دهنده ظرف داده گرفته از روی کدام فرموله؟ از روی فرمول تقسیم به درجهش این ضربه برابر درجهش این ضربه و درجه ها دیدم که اساسا یخل شد درجه ها رو برابر کرده گرفته و نو تغییر بنده ها رو به یک طرف برابری گذرانده اون رو برابری ناکره گرفته بله و ضرب شونده عمومی رو از خاص برآورده و هر یک ضرب شونده رو برابری ناکره گرفته. بله x یک ما برابری x یک ما برابری 0 x دو ما برابری 1 تقسیم 2 شد. جواب 9. یک بار دیگه همین مثال رو با دقت توجه کنید بچه‌ها. مثالی خیلی خوب ببینید هیچ جایی دشواریش نیست. پس حل کردن معادله های نشان دهندگی کاری آسان بوده است. خیلی تمام. مثال 126 مثال داده شده بود برای یخل کردن اساسا ما از روی فرمول تقسیم به برابر به تقسیم درجه مینوس 1 ما اساسا رو یخل کرده و دیدیم که اساسا یخل شد درجه ها رو برابر ناکره و هم برابر کرده گرفته. بعد عددی آزاد رو به یک طرف عددی آزاد رو به یک طرف گذارونده تغییر بنده رو به یک طرف گذارونده جمع و ترک کردیم اصلاح کردیم بعد معادله ایراسیونلی حاصل شد ریشه x مینوس 1 برابری 4 بعد برای هر دو از تحت ریشه آزاد کردن و هر دو طرف برابری رو داشته و x مینوس 1 برابر 4 شد x ما برابر 7. جواب هذا. این بچه‌ها ببینید معادله در اخیر آمده به معادله چیزی تبدیل یافت به معادله ایراسیونلی تبدیل یافت. تمام.